رژ لب مدادی هم خیلی دوست داشتم. رنگش توی تمیه که خودم همیشه میزنم. بذار پاکش کنم، یه دقیقه بذار پاکش کنم. بریم اینو تست کنیم. بذارش تا مرداد 406. بچه اصلا این چیه؟ این برند ایرانیه خارجیه؟ من چیز خاصی نمیبینم، فقط نوشته که 24 ساعت است و آره ساخت ایرانه بچه ها، ساخت ایرانه اینجاش نوشته. بچه ها از اون چیزی که توی سایت عکسش بود تیره تره، میبینی؟ وای قهوه‌ایه. بذار ببینم چجور میشه. خیلی خوبه بچه ها، من عاشق این شدم. قیمتش فقط 42 تومنه. خدا رو شکر که اشتباهی 2 تا ازش سفارش دادم. یعنی پرفکت. ببین خیلی خوشگله. تازه من الان اینجا چون دارم توی دوربین میزنم و اینکه فکر کنم میدونید توی یکی از ویدیوهام گفتم من عینکیم و چون توی ویدیوها عینک نمیزنم خیلی سختم میشه، هی باید اینجوری بیام جلو خودم رو ببینم. احتمالا رژ لبم رو تمیز نزدم ولی خیلی دوستش دارم. اگر توی توناژهای گوشتی، قهوه‌ای، اینجور توناژهای به نظر من البته رژ لب میزنید، شماره M12 خیلی شماره خوبیه براتون. ولی بچه من همیشه روشن‌تر از این میزنم ولی اینم عالیه. بذار رو دستم برات بزنم که ببینی رنگش اینه. خرید 2 تا دونه از این یکی از بهترین اشتباهات زندگیم بود. واقعا بابتش خوشحالم، خیلی اوکی بود. خب بریم بعدی. محصول بعدی که میخوام بهتون نشون بدم اینه. این محصول آرایشی نیست، پوستی هم نیست، یه محصول بهداشتیه که من اینو برای مسافرت هامون گرفتم و اینکه بیشتر من اینو به نیت همسرم گرفتم چون اون بیشتر میره بیرون. اینو برای اون گرفتم که تو ماشینمون کلاً باشه. بچه این ژل شستشوی دسته. بعد تو فقط حجمو ببین، 75 میله. ببین چقدر زیاد داخلش داره. ژل شستشوی دست برگامیا. گفته که دستاتونو با آب مرطوب میکنی، ژلو میزنی، دستاتو میشوری. همون حالت ژل شستشویی بود که زمان کرونا میبردیم. این همونه و قیمتش فقط 24500 تومنه. ای کاش من از این 2 تا گرفته بودم. به نظرم خیلی محصول خوبیه. حالا استفاده کنیم، اگه اوکی بود من دوباره سفارشش میدم. چه بویی داره. عالیه، بهش 10 از 10 میدم. فوق العاده از خریدش راضیم. عالی. خرید بعدیمون چیه؟ کرم دسته. من از اون جایی که گفتم عاشق مرطوب کنندم مخصوصا توی این فصل، یه کرم مرطوب کننده دیگه هم گرفتم. حالا علاوه بر من همسرم هم خیلی از کرم مرطوب کننده استفاده میکنه چون به خاطر کارش دستاش خیلی خشک میشه. من اینو گرفتم که توی ماشینمون بذاریم مرتب ازش استفاده کنم. بذارید ببینم پلمپ باید باشه دیگه. آره پلمپ. بچه ها تاریخ انقضاش تا 2027 و آره 3 سال تاریخ داره دیگه. چی؟ آها این مدل نارگیلشه. عاشق بوی نارگیلم. بذار بازش کنم. چقدر سخت باز میشه. وای بچه ها چه بویی داره. بذار یکم ازش بردارم. بچه ها اون یکی مرطوب کننده توی ویدیو قبلی به دستم احساس چربی داد. البته خب نوشته بود روغن گیاهی هم داره. بذار ببینیم این چجوره. احساس چربی به دستم میده یا نه. من دوست دارم احساس چربی به دستم نده.
خب بچه چند دقیقه گذشت و اصلا احساس چربی به دستم نمیده. میبینی؟ تو ویدیوی قبلی که تست کردم دستم اینطوری لیز میخورد، ولی این اصلا احساس چربی به دستم نمیده. واقعا احساس میکنم دستم رو مرطوب کرد و خیلی زیاد از خریدش راضیم. قیمتش رو گفتم؟ نگفتم. قیمتش فقط 32,000 تومنه. ببین کوچولوه ها، ولی به نظر من برای توی کیف، توی ماشین خیلی کاربردیه. بچه ها خرید بعدیمون خیلی هیجان انگیزه. من میبینی سرم پایینه دارم دنبال قیمتش میگردم، چون یادم قیمت خیلی مناسبی هم داشت. آره این فقط 19,000 تومنه. حالا این چیه؟ این پیرسینگ بینیه ولی چسبیه. البته من برای بینیم نگرفتمش. اوه چقدر ریزه. گفته که 100 عددی. آره 100 تاش 100 تا پیرسینگ بینی. بچه 100 تا دونه پیرسینگ بینی فقط 19,000 تومنه. باورت میشه؟ ببین چقدر خوشگل برق میزنه، چقدر براقه. میبینی چقدر خوبه؟ خب بچه من اینو برای زیر چشم گرفتم. بذار ببینم چطوری میچسبه. میکنم بعد اینو همینجوری جدا کنیم. آره خودش چسب داره. یعنی الان من اینو بذارم زیر چشمم همینطوری میچسبه. وایسا ببینم. اینجاست. چقدر ریزه. بچه خیلی ریزه، اصلا دیده نمیشه. من یه نگین درشت میخواستم. بذار ببینم رو بینی چطور میشه. بچه این محصول اینجوریه که هر بار که بخوای یه دونه رو بذاری 10 تاش به فنا میره. خب خیلی دارم تمرکز میکنم، لطفا نیفتی. کوش اینجاست. بچه این محصول خیلی خوبه به خاطر اینکه تو نیاز نیست اگر میخوای پیرسینگ داشته باشه بینی تو سوراخ کنی، یا برای زیر چشم خیلی خوشگله، واسه اینجاهای خط چشم خیلی خوشگله. من خیلی ازش خوشم اومد. فقط تنها ایرادش اینه که خیلی ریزه. میبینی؟ خیلی ریزه. براق اوکیه، حالا توی دوربین خوب نمیافته، ولی واقعا سایزش کوچولوه ولی به نظر من 19,000 تومان پولی نیست که تو نخوای اینو بابتش استفاده کنی و بخری، یعنی خرج کنی. استفاده کنی چیه؟ خرج کنی. من فکر میکنم یک بار دیگه اینو بخرم. بازم بستگی داره ببینم چقدر توی میکاپ بکارم میاد. اگر حالا بکارم بیاد و اینا تموم شه، آره محصولی هست که دوباره سفارشش بدم. از 10 بهش 8 میدم، چون انتظار نداشتم انقدر کوچولو باشه و انتظار داشتم چسبش خورده قوی تر باشه. در 19,000 تومان چیزی نیست که آدم بخواد راجع به این مسائل صحبت کنه. پس خیلی سریع میریم محصول بعدی. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ محصول بعدی، من یه فکری به سرم زد. گفتم که اینو که توی ویدیوی قبلی داشتیم و الان تست کنم ببینم این واقعا کار میکنه، چون من واقعا نمیتونم صبر کنم تا شورت ویدیو اینو درست کنم. یه لحظه وایسا. به نظرتون این کار میکنه؟ آخه این هیچی نداره. مثل اینکه کار میکنه. بچه ها چقدر خوبه. میبینی؟ بذار قد خوب و یه دست داره کار میکنه. بچه ها اصلا انتظارشو نداشتم. ببین چقدر یه دست. آقا من خیلی از این خوشم اومد. من به این قطعاً 10 از 10 میدم. ببین بدون اینکه محصولو بخوره، بدون اینکه منافذی داشته باشه، بدون اینکه چروکی داشته باشه. اون پدر رو دیدی که چقدر افتضاح بود.
بعد این چقدر قیمتش ارزون بود. تو ویدیوی قبلی راجع به این صحبت کردیم. بچه‌ها خیلی باحاله. یعنی من واقعا اینو دوست دارم یه بار دیگه سفارش بدم. البته خدا نکنه خراب شه. میخوای رو صورتم روی اینم تستش کنم ببینیم چه جوری میشه؟ یه دقیقه وایسا. بچه به نظرتون رو صورت خوب در میاد؟ البته من الان روی صورتم کرم پود دارم. باورم نمیشه انقدر خوب بلند میکنه بچه ها. باورم نمیشه که این آخه این اصلا چی داره؟ یه تیکه سیلیکونه. اصلا نمیتونم باور کنم که این انقدر خوبه. 20,000 تومن خریدمش. اینقدر خوبه. اندازه 1,000,000 داره بهم کار میده. کل این 1,000,000 که خرج کردم به نظرم به همین 20,000 تومن میارزه. اینو حتما بخرش. اگه تا اینجای ویدیو باهامی واقعا از ته قلبم میبوسمت، چون من خودم حوصله ندارم ویدیوی طولانی ببینم. خب ببینم این چی بود. خب بچه این پیلینگ صورته. وای من خیلی منتظر این بودم. دوستم باید الان فرار کنه. به 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 به، چقدر خوبه. ببین یه دونه از اینا داره که سرسیاه ها رو میتونی باهاش در بیاری. او اینجاش فکر کنم تیز باشه که اینو گذاشتم. چرا در نمیاد؟ اوا آها. یه دونم از این داره که خیلی خیلی تیزه. فکر کنم برای جوش باشه. حالا من جوش ندارم ولی سرسیاه خیلی دارم. آره بچه ها خیلی تیزه. اینو اگه میخواین حواستون رو بدین. هنوز ازش استفاده نکردم ولی من احساس میکردم اینجا باید نرمتر بشه که تو مثلا اینو میذاری اینجا اون سرسیاه در بیاد، ولی نمیدونم چون اطلاعات زیادی من راجع به این ندارم. فعلا به شکل و ظاهرش از 10 میدم و اینکه الان قیمتش هم بهتون میگم. قیمتش اصلا گرون نبود. فکر میکنم اینم جز زیر 30 تومنیا بود. آره بچه ها قیمت اون پیلینگه 20 تومن بود. خیلی خوب بود. خب بچه ها محصول بعدی رو من دقیقا 50,000 تومن گرفتم. این محصول برای پدیکوره. سوهان پاه. چه جالب بچه ها. دو طرف داره. اتفاقا من داشتم فکر میکردم این اگه خیلی زبر باشه چطور استفاده میشه. میبینی؟ یه سمتش این سمت مثل بافره. اگه از ناخون سر در میارین این مثل بافره. این مثل سرسوانای مخروطیه. زبره. میبینی؟ خیلی زبره. این قسمت حالت بیشتر سنباده طور داره. اونقدر پوستو اذیت نمیکنه. فکر میکنم برای کف پا خیلی خوب باشه. اگه کف پا ترک داره میتونی بعد از حموم یا داخل حموم به جای سنگ پا اینو استفاده کنی یا مثلا پاتو توی کوکتل بذاری و اینو استفاده کنی. به نظر من خیلی جواب میده. به خاطر اینکه دو طرف داره خیلی خوشم اومد و 10 از 10 قطعا ازم میگیره. یه محصول دیگه هم سفارش داده بودم که دیجیکالای عزیز لطف کرد کنسلش کرد و اونم این محصول بود. برس سایه بود که اونم قیمتش 40 تومن بود و من خیلی اینو نیاز داشتم. خیلی لازمش داشتم. یعنی یکی از دلایلی که اصلا این خرید رو زدم همین برسای سایه بود که دیجیکالای عزیز لطف کرد کنسلش کرد. نظرتون چیه الان که اینجا دور هم جمعیم نشستیم و داریم خوراکیامونم میخوریم و اینا؟ اون تینت هم تستش کنم مال ویدیوی قبلی. نظرته یا نه؟ به نظر من بریم اونم تستش کنیم. بچه‌ها من خیلی کنجکاوم که اون رو لب چجوره، چون اینجا زدم گفتم شاید تاثیر کرم فود باشه که مثلا لک شد و اینا. بذار بریم تستش کنیم. این رژ لبه رو پاک کردم بچه‌ها. داشتم پاکش میکردم قلبم داشت درد میگرفت. چقدر رژ خوب بود. باورم نمیشه با 42 تومن یه همچین رژی گرفتم. من چند وقت پیش
چند وقت پیش که یعنی مثلا چند ماه پیش رفته بودم یه جای که خیلی خیلی قیمت مناسب بود، یعنی اصلا به قیمت مناسب بودن معروفه، رژ لب بگیرم. باورت میشه زیر 80-90 تومن اصلا رژ لب نداشت. چی رو لبم بود؟ زیر 80-90 تومن رژ لب نداشت. بعد یه رژ به این خفنی، به این باحالی، تازه ببین چقدر هم لبمو نرم کرد به جای اینکه خشک کنه. اون 42 تومن بابا خیلیه. بچه ها خیلی عجیبه ها، روی لبم اصلا لک ننداخت. میبینی؟ ولی دیر خوش میشه. مثلا لب بالا هم بزنم، ما که پایینو زدیم، لب بالا هم بزنیم. اصلا قرمز نیست. این یه حالت نارنجی گلبهی پررنگ داره. من دوستش ندارم، یعنی شمارش رو دوست ندارم این رنگشو. البته نمیدونم رنگای دیگه چجوره، شاید اونا نارنجی تر باشن. این قطعا قرمز تور بوده توی سایت که من خریدمش، چون من به هیچ عنوان تینت نارنجی نمیگیرم. خوبه، من دوستش دارم. الان خوش شد. بافتش خیلی خوبه، بافتش رو خیلی دوست دارم و اصلا میبینی هیچ لکی ننداخت. اینجا هم که لک انداخت شاید من بد زدم، شاید باید با براش میزدم، شاید روی کرم پودرم حالا این شکلی شد، نمیدونم، ولی احساس میکنم که این برای لبه نه برای گونه. بعضی تینت ها روی گونه خوشگل تر وای میسته، بعضی تینت ها روی لب. این احساس میکنم از اون تینت هاییه که روی لب خوشگل تر وای میسته. باورتون میشه کمرم صاف نمیشه. انقدر آیتما زیاد بود، انقدر آیتما زیاد بود که هلاک شدم. تازه البته یه آیتم تکراری بود، 27 آیتم بود عملا، چیزایی که معرفی کردم 27 آیتم بود. اون 28 تایی که گفتم اون رژ لب خدا رو شکر یه دونش اضاف بود که خیلی خوشحال شدم از این اشتباهی که کردم. بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. واقعا دمتون گرم اگه تا اینجا رو نگاه کردین. ماچ به کله و لپ همتون. یعنی من عاشقتم که تو نشستی با من 27 آیتم رو آنباکس کردی. دمت گرم به خدا. بچه اصلا احساس میکنم نشستم با دوستام دوره هم یه آنباکسی کردیم و اینا، خیلی به من خوش گذشت حقیقتش. بذار یه جنبندی کنم. بچه ها من اینو دوست داشتم، مال ویدیوی قبله اینو دوستش داشتم. اون پد سیلیکونیه رو خیلی دوستش داشتم. اینا خریداییه که تکرارشون میکنم دیگه. جونم برات بگه که اون قلمه رو خیلی دوست داشتم، اون هندواش رو خیلی دوست داشتم، کرم دستا دوتاشو دوست داشتم، ولی اون کوچولو نارگیلیه رو خیلی بیشتر دوست داشتم و اون ژل ابرو هم خیلی راضی بودم. ولی اون چیزایی که حاضر نیستم دوباره تکرارشون کنم، یکی اون پد اسفنجی بود که اصلا خوشم نیومد. رژ لب ویولت بد نبود ولی شاید تکرارش نکنم، باید چند بار استفاده کنم تا بشینه به دلم. اون بادی اسپلش رو به هیچ عنوان تکرار نمی کنم و تا اینجا همین تو ذهنمه. اون خط چشمم اصلا تکرار نمی کنم، واقعا دوستش نداشتم، به نظرم خیلی مزخرف بود. 10,000 تومنم زیادش بود. خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجا بودین. لایک ویدیو رو یادت نره، سابسکرایب یادت نره. خدافظ.